Дай
شد؟ عثمان کجا شد؟ اینا را فکر. مادرای عزیز که بسیاری از برادران ما از ما بسیار تعجیلا خواستن که اطراف این یار اول پیغمبر، جانشین رسول اکرم، خلیفه اول صحبت داشته باشم، زیرا که الله ذوالجلال هر یک اینهایی که گفتیم اپرات با خودش پاسپورت دارد و پاسپورت انسان از همون جایی که خدا خلقش کرده است قرآن است. اگر داری میگه که 220 ولت برای است 360 خورشید میسوزه، الله ذوالجلال چی میگه؟ همه مشروبات حلال، آب میوه حلال، آب مثلا که میوه‌جات حلال، چای حلال، نوشاکی ها حلال، آمده عرق حرام، گوشتی بز حلال، گوسفند حلال، شتر حلال، ماهی حلال، پرنده حلال، آمده گوشتی خوک حرام، سخن گفتن برای بنده حلال، همه سخن و ذکر پند نسایی، آمده غیبت حرام، بهتان حرام، سخنچینی حرام. یعنی چی است که در همین پاسپورتی که انسان دارد که قرآن است خدا احکامش بیان کرد و اون چیزهایی که انسان هلاک میکند اونها را بیان کرده که در گرانیت در مرز الله تعالی. هر پادشاه هر مملکت به خودش گرانیت دارد، اما مرز الله تعالی گرانیت الله تعالی حرام کرده های اوست. اگر یک مرز به مرز دیگر کسی به حجت بگذارد او حق داره قرار هلاکش کنه، چون که به حجت قدم در حرم دیگر کس نهاد. مرز الله تعالی چیست؟ گرانیت الله تعالی که در حدیث رسول الله میگه این حرام کرده های خداست. از حرام ها دیده حلال ها خیلی هم زیاد هستند، حلال ها خیلی زیاد هستند، اما انسان بیچاره حرکت میکنه که همون یک چیز حرام به همون عمل میکنه. وقتی که به حرام مرتکب شد او هلاک می شود، عاصی و گناهگار می شود، با او گناه حلال اعتقاد کند حالی و باز وزنی تر می شود. و این کتاب از کارخانه که خدا انسان تشکل داده، جسم داده، به دنیا آورد، با او قرآن فرستاد که شما مسلمان امروزه را تن پرست برای یک کسلیش یا بیماریش امروز صرف خرج میکنه، تاجیکستان قطعی قناعت نمیکنه، روسیه میروه یا گرمان میروه، اینجا قطعی قناعت نمیکنه، اسرائیل پیش جوتو میروه، صرف خرج دنیا میکنه که صحت شوه، کسلیم صحت شوه و نم برم. ببین اما برای ایمانش قدر صرف خرج نمیکنه، برای ایمانش، برای اسلامش قدر داو نمیکنه، برای ایمان و اسلامش حتی میگوی در بامداد و در خفتن برای چی در جماعت نیست؟ یک کار دارم در همین نمازی بامداد در ساعت همین 4 اینه 4 10 دقیقه کار خونه کار میکنم. خدا که هدایتت نکنه این طریق ساعتی 4 15 دقیقه کجا کار میکنم؟ میگه کار داریم نمیرسم، یا در خفتن میگه نمیرسم، اما برای تن پرستی سلامتیش مردش میبینه نمی دنیا رو چپ میزنه فر میگرده، برای دمگیری و سالم کردن بدنش استراحتگاه صرف خرج میلیون ها میکنه در همونجا که تنم صحت شوه و جوان شوه نم برم. ببین اما صحابه رسول الله چگونه بودن؟ صحابه پیامبر چگونه بودن؟ صحابه از دنیا گذشته شد در کدام غزوه صحابه بیان میکنه که یک نفر شهید شد، میگه حتی لباس نیافتیم که کفنش کنیم، یک لطه بود میکشیدیمش پچکش نمایان میشید و پاش میکشید سر نمایان میشید، نصف شب همون لباس میگه پشونده، نصف ایزخیر علف قطع پشونده گوش کردیم. ببین آمد محمد به شاهنشهی، هزاران درود هزاران سلام، زما بر محمد علیه السلام. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. هزارها شکر به سوی درگاه پروردگار که
ما و شما را امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گردانید. شاعر میگوید انبیا در کنه او حیران شدند. این 124,000 پیغمبری که با بعض عقاید از نزد خدا و پیغمبری مبعوث شدند، وقتی که محمد پیغمبر شد انبیا در کنه او حیران شدند. همه حیرت افتاد. این چگونه شخصیت است، این چگونه بنده است، این چگونه پیغمبر است که ای را خدای مهربان حبیبی خود خواند. انبیا در کنه او حیران شدند. سیرشناسان نیز سرگردان شدند. همه سرگردان شد. این چی سیر بود که خدای مهربان 1400 سال پیش در روی عالم فاشش گردانید. پیغمبر ما و شما میگوید مثلی و مثل الانبیا کمثل رجولی. مثالی من گفت از پیغمبر و مثال تمام پیغمبرهایی که پیش از من آمدن از حضرت آدم سر کرده به منزله یک مرد هست بندرند فاتمها و اکملها الا موضع لبینتی. پیغمبر گفته است مثال من و مثال تمام پیغمبرها به منزله یک مرد هست که یک خانه را بنا میکند. فاتمها و اکملها، تمام میکند خانه را، بیناش انجام یابد. همه زیب و صورت و نقشه خانه پیدا می شود الا موضع لبینتی، مگر در همین قصر بنیاد کرده این مرد یک جای خالگی ریش باقی رسول الله أشهد أن محمد رسول فجعل الله الناس يدخلونها و یتعجبون منها. پیغمبر گفت وقتی این خانه را این مرد بنیاد کرد دیگر مردها برای تماشای خانه این مرد رفتند، داخلی او را تماشا کردند، ظاهری او را تماشا کردند، در تعجب افتادند. فیقولون لولا موضع لبینه، و همه گفتند چه خانه زیبایی هست مگر همین یک جای خالگی غیش. اگر غیش گذاشته شود در این خانه دیگر هیچ گپی نیست، بهترین خانه هست. پیغمبر گفتند انا موضع لبینت جئت فختمت الانبیا. انا همون جای خالگی غیش گفت من هستم تا که تمام پیغمبرها را مکمل بسازم. ساختن همه پیغمبرها گفت، پیغمبر ما و شما گفت این آمدن من شد. خوش به حال همه ما و شما، خوش به حال تمام پیروان محمد که در روی دنیا زندگی میکنند. خوش به حالشان، چنان پیغمبر ما و شما صاحب هستیم، چنان پیغمبری که دیلمی از ابن عباس روایت میکنه که این حدیث در موضوعاتی هست، اگرچه موضوعات علی قاری است لیکن حدیث موضوع نیست. دیلمی میگوید ابن عباس بر من خبر داد، یعنی روایت از ابن عباس است که پیغمبر خدا گفت اتانی جبرائیل فقال یا محمد لولاک ما خلقت الجنه لولاک ما خلقت النار. ابن عساکر باشد باز زیاد میکند لولاک ما خلقت الدنیا. این محمد گفت از جبرائیل خدا پیغام داد که اگر تو در اراده من آفرینیش تو نمیشد، اگر در نقشه من پیدا کردن تو نمیشد ای محمد ما جنت نمی آفریدیم. ای محمد اگر تو در اراده ما نمیشدی ما دوزخ هم نمی آفریدیم، حتی دنیا را هم برپا نمی کردیم. همه اینها در طفیل نور تو به دنیا آمدند. الحمدلله که ما و شما روز یکشنبه جشن این پیغمبر خدا را در این مسجد جشن گرفتیم و انشاءالله چه ثوابهای زیاد را ما و شما نائل شدیم و روح پیغمبر خدا را از خودمان راضی گردانیدیم. و مقصد ما
در باب حق زنها بالای شوهرها بود که زن در اسلام حق دارد. تا وقتی که پیغمبر خدا آمد حقهای زنها چگونه بود، یعنی دوره جاهلیت زنها چقدر داشتند، چه قیمت داشتند، خواستم در این موضوع با شما صحبت انجام دهم، زیرا که بی نهایت سوالهای زیاد شکایت از زنها هست و از من طلب کردند که در این باب حقهای زنها بالای شوهرها و حقهای شوهرها بالای زنها با ما صحبت کن. لیکن از بس یک چند برادر ما از ما طلب کردند که در باب فضیلت امر معروف از منکر намоз хонум гап мезанем. Шумо гап рангли навозиш Абдулло Сӯзӣ пешима хонум гап мезанем. من خواستم که این صحبت امروزه را در این باب امر معروف و نهی از منکر آغاز کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولتکن منکم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظیم. این آیت های مبارکه که خواندم از سوره مبارکه آل عمران است، آیت 104 می‌فرماید ای بندگانی که من شما را خلق کردم، ای بندگانی که در روی دنیا زندگی دارید. خدا میگوید باید که در بین شما گروه شخصانی باشند که مردم را به سوی کار خیر دعوت کنند. در روی دنیا برادرای عزیز هم کار خیر است هم کار بد است. با کار خیرش شما بی نهایت مکافات عالی از نزد خدا میگیرید، لکن به سبب کردن کار بد شما در عذاب خدا گرفتار میشوید. خدا میگوید مردم را باید شخصانی در بین شما وجود داشته باشند که مردم را به سوی کار خیر دعوت کنند. و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. در بین شما مردمانی باشند که دیگر مردم را امر معروف و نهی از منکر کنند. پیش از آنی که من دوام آیت به شما تحلیل کنم، ناگفته نماند که امر معروف و نهی از منکر چی معنا دارد. زیرا که برای بعض اشخاص مردم وقتی میشنوند که در فلان معرکه امر معروف شده است، برای آنها چی گران است، چی یک واهمه هست، چی یک حادثه ناخوشی هست که فلان معرکه با امر معروف انجام یافت. حالان که امر معروف از زبان تمام مسلمان صادر شده است. امر معروف، امر با خیر، دعوت به خیر، این امر معروف میگوید. برادر نماز بخوان، امر معروف. برادر به آزار مردم کوشش نکن، امر معروف. برادر عزیز پدر و مادرت احترام کن، امر معروف. برادر عزیز زبانت از غیبت نگه بدار، امر معروف. از قد راه یک سنگ را بیرا کن، امر معروف. این است امر معروف. نهی منکر
از آن چیزی که خدای تو برای تو حرام گردانیده است. برادر عزیز باز ایست، این نهی منکر چی وایمه نداره؟ یگان دهشت نیست؟ برای جامعه آباد شدن امر معروف و نهی از منکر حتمی و ضروری است. این مردمی که امروز چقدر ملایم هستند، چقدر حلیم هستند، چقدر احترام یکدیگر میکنند، همه این با شرافت امر معروف و نهی منکر است. و الا اگر امر معروف و نهی از منکر در بین ما و شما نباشد، خدا داناست، باور کنید سیرت ما و سیرت حیوان برابر است. خدا در دوام آیت چی میگه؟ اولئک هم المفلحون، آن کسانی که دست با امر معروف میزنند، دست با نهی منکر میزنند، آگاه باشین این مردم که اینها در نزد من نجات یافتگی هستند، اینها نجات یافته هستند و اینها عذاب دوزخ حرام گردانیده شده است. آن کسانی که زبان امر معروف دارند و نهی از منکر دارند. پیغمبر خدا که راوی این حدیث حضرت حذیفه است میگوید والذی نفس محمد بیدی، قسم به خدا میگوید پیغمبر، لتأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنکر او لیوشکن الله ان یبعث علیکم عقابا منه ثم تدعونه فلا یستجاب لكم، رواه مسلم. پیغمبر خدا گفتند، قسم به خدا گفتند ای امت مسلمان، شما امر معروف و نهی از منکر را در بینتان زنده نگه بدارید. اگر در بین شما امر معروف و نهی از منکر نباشد، قسم به عظمتی خدا که گفت بالای شما عذاب خدا میریزد. بعد از آن شما دست میبردارین، خدایا این عذاب از این دیار ما، از کوچه ما، از خانه ما بردار، فلا یستجاب لکم. پیغمبر گفت دیگر خدا دعای شما را قبول نمیکنه. از این خاطر گفتم پیغمبر دائم پیوسته با امر معروف و نهی از منکر باشید. حدیث ابو هریره هست، میگوید پیغمبر خدا گفتند اذا عظمت امت الدنیا نزعت منها حیبة الاسلام. اگر امت من، ما و شما را در نظر دارد پیغمبر، اگر امت من دوست دارنده دنیا شوند، اگر امت من در محبت دنیا غرق شوند، اگر امت من همین دنیایی که همگی برای اینها 50 سال یا 60 سال مهلت دادگی است، در همین دنیا اگر عاشق شوند، نزعت منها حیبة الاسلام، از دل این امت حیبت اسلام دور می شود. در دوام چی گفتم پیغمبر؟ و اذا تصابت امتی سقطت من عین الله، اگر امت من زبانش آلوده دشنام شود. خوش آمدی همه کسا، زنده باشین، سلامت باشین. عبدالله چوکاری سلامتی خوب و نازین سازین. اپا همه کسا سازین، خوش آمدین. ششم لایک همون دنبرد و پیش گرد نیستن، زنده باشین. اکی افیر پروست برای همی چقچقی دوستانه سر دادیم خیلی افیرام آودارید کردستم ساعت هم ندادی سایی یک از دو کس میدروی چی ساعت هم جمع نشدی سایی دمی خونه بی کور شدم زیق شدم گفتم افیر کنیم شهری توز اکا دو در میشه خد کور دانستین ایروز چی ایرو دا جورایی دام سلامت باشه افیر تاخره استاده دا نیز نایم نوازش چوا بمهری بمهر نیستیم کو زن میزنی چخید ایروده اپام تاجیکستان بولم دیگه همه تنجی قراری گفت گپ دا جورایی روز گیز نای
عبدالله روسی را میفهمی؟ Katta Xoleskin shahri Tuz. Да, эфир да, дар по-русски знаю. 3-4 нафар дар эфир нависеса, да ман як нафар нишон додисае ку. Шумо да чанд нафар нишон додиса? Да, чуть-чуть знаю диро да ҷурай. Як нафас. Як нафар, ҳамаро мегӯм ки дар эфир худат навистеси, ирода навистеса, шаҳри Туза ка навистеса, 3 кас навистеса, як нафар нишон додиса. Чӣ хеле шида? Ҳозир 2 кас шид. Хорошо. Хорошо, хорошо. Ирода апам тоҷик мисин. Хорошо. Темур як омада лайк камонда ё бир рафта ё. Темур ака ра омада ё гум шуд. Панҷум лайк. Юқ немисман. Ирода немисманд узбек. Ака Исмоил обуна намешавад ку. Ки обуна намешавад? Абдулло. Ирода Жураев гирья каресода. Тоҷикиро мефаҳмӣ? Дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунӣ ё ки Ӯзбекистонда? Менес одамларни яхши кӯрамон. Рафиқомон. Шаҳри Туз сизин Ӯзбекистона. Дар ҳамин канали навозиш да ҳаста, мумкин накайна шаҳри Туз мумкин шидагӣ боша. Силка тамом ку. Ирода Жураев мумкин боша. Мен тоҷик. Яки марасил. навозиш медиҳад. Ягонташон нестанд. Акаи шаҳри Туз ҳаминро як хабар бигир. Навозиш як хуб ин набоши бош мешата. Братишка бачаи зурай. Любой вақт лайк комментат мемона. Ма видеоман офарида уҷа лайк комментиш меоядама. На па иродара мумкин бишава. Ирода Ҷураев подписаться на мой канал. Шаҳри Туз худат монетизация гирён аста. Видео лайк вайш просмотрҳои хушрӯ мегира ку. Ма як 1000 одан зиёд нама видео. Ка соат шидагӣ саатон. Навозиш медиа. Я вам давно подписаться. Я вас мегам подписаться карагим ку.
دروغ گوشه اراده почему ممکن подписаться карага зангулаш гирён нест ё ки зангуларам гирён боша ҳам мида камен мондан қин да охи абдуллоина 1000 рузия 1000 тиуд агар ки зангулаш қатинам бошав ё ки 500 тарам боша зангулаш қати шави да як рӯз 500 та видео да бисёр одамо успеҳ намекунанд ҳама маъмуда камент монанд барои ҳамо камент тоже написал ирода какое видео менеджер давлат менеджер давлат просмотришь христос аз зур автосайку абдулло ба фильм як ҳафши чи минут тоже пишите коммент вот это там коммент шаритуз ана шаритуздам коммент мон навозиштам мон фақат ман мондам коммент мондам ирода апа ака исмоил видеои марам закрепит кун брат як حضور افسر вот это ты ирода با موش زده سر عید طرفم اگر در جامعه کی در شهر کی در جمهوری کی امر معروف نباشد پیغمبر گفتن دیگر فهم قرآن دا نمی روید شما فهم حدیث ندارین از سرزمین شما برکت قرآن خدا می بردارد اگر در جامعه که امر معروف و نهی از منکر وجود نداشته باشد همه این برکات احمد برای دستگیری کن نوازش احمد همه این کامیابی هایی که در خونه نوازش که درس نرفتی روز همه این خاطر امر معروف و نهی از منکر است این صدای علماست که مردم را با امر خیر دعوت میکنن این برکات او هست برای امر معروف و نهی از منکر کردن پیش از آنی که باز دیگر فضیلت‌های این امر معروف را برای شما آگاه کنم میخواهم سخنهای ابولیث را برای شما تحلیل کنم زلطه پرین السلام علیکم همه کسر سوزتین خوبتین انشاءالله دوستانی عزیز لای گاب نیست اکای زلطه ندارین گاب نیست سلامت باشه ما سوزیم ختان سوزی نازیم چی حال دارین اکا شهری توست تیم نیو دالی تیم نیا دالیا برای امر معروف و نهی از منکر انجام دادن
پنج وظیفه مهم است و ضرور است. Золотая плита тембра. علم، لأن الجاهل لا يحسن الأمر بالمعروف. Alhamdulillah so'z shuma so'zin, xonaga so'zin. Rahmat میشود که رحمت شیرونای خدا خودت سوزی کرو خوبه. یار دا کانال دیگه فکر کردی سبودی هم کانالی کی بوده که برای مردم در اطراف خود جمع کردن، برای Конечно, برادرش alhamdulillah. هدایت در راه راست کردن، علم در کار. هفتم لایک. رحمت برای هفتم لایک. به علم وقتی امر معروف میکند نهی از منکر میکند، وای برادرهای در اطرافش جمع شده را قانع کردن نمیتواند و صحبت او و علیکم سلام. السلام علیکم زلاتای پریدی رو دا جورایی کانالی یک خوخره هر روز فیلم میکنی در کانالی همون قسمی به خدا میخوردن، حالا که پیغمبر سخن عادی گوید قسم به خدا ما قبول داریم. как делишки рода как делишки рода علی که بسیار عالم بودن، لأن یهدی الله بك رجلا واحدا خیر لك من حمر النعم. رید که میکنم کانال خود ساعتش باید جمع شی چند قد ساعت شده کانال خود یک آدم اگر رهنما شود، رهنمایی بیابد، هدایت بیابد، اگر از دست تو یک آدم نمازخوان شود، اگر از دست تو یک زن امروز در خونه اگر از دست تو یک آدم بیکار شدم گفتیم یکم افیر کنیم یکم کسبیت چک کنیم که افیر رو خیلی کم کردستم دو سه روز شید و دلیل چون میکنم قسم به خدا او بود شدگی دلیل زلاتای پرین ساعتات بود شدگی با زیافکار روی کاری قبول کنم زیافکار مردم سنکور کرگه دیگر حیوان و اشیاء هم مرا بود کردم چرا که او دارید کردیم برای تو یک آدم افیرو رو دلیل کرگی با علمی داشتگی خود این برای تو بهتر است. رسول اکرم در دیگر حدیث ها میگوید Золотая парень, спасибо у меня вес нормально. وقتی فرزند Природа жураю гам машхубе. عملهاش منقطع میشوند، یعنی دری عملهای او بسته میشوند. Не قبول نکردم. عملی و نیک و برای چه که قبول نکردم؟ زیرا روح در بدن او نیست. الا من ثلاث. ویدیو افترس کی داره کن. لکن سه طایفه، سه طریقه شخصان نامه اعمالشان گشاده هست، اگرچه در قبر خوابیدن. اینا کیا باشند؟ Дай Аллах или все хорошо. پیغمبر گفت کسانی که در все دنیا хорошо. صدقه جاریه کرده باشند، مسجد بنا کردند یا برای بنای مسجد مبلغ گذرانیدند، کوپرک ها بنا کردند، راه ها ساختند، Автор. برای یک دهه‌ای که آب نداشت آب آوردند، برای یک دهه‌ای که گاز نداشت گاز آوردند و دیگر کردارهایی که صدقه جاریه‌ای که ابدی در حق جان او میرسد. اگر این عملها را انجام داده باشند گفت پیغمبر چی هست؟ شما گپ کردن گره از ما میام. عملهای او منقطع نیست گفت. اگر کی بگه این فیرا بکشم فیرا بلکه در قبر هم یکی گپ میکنه. کرداری در دنیا کردگیش به فایده او هست. کی گده رو دا. رسول اکرم گفتند او ولد صالح یدعو له. افیر بیسته که بکشمش چق میکنه بچه فرزند عرق نوش نه، فرزند یار سیا رو دا پدر سیب دایکو فرزند نمازخوان، فرزند خدا ترس، دختری با حیا مسکو ایلی ازبکستان هر کرده و رفته باشد تا قیامت عملهای نیک این فرزندها در نامه اعمال پدر نویسنده میشده است. رسول اکرم سیوم سوی گفتند او علم ینتفع به، یا از ازبکستان عالمی که در دنیا علم داشته بودار باشد هم از واسیس علم او دکومنت مردم بهره برداشته باشد. کسانی که каком اگر از области یک موعظه عالی сейчас Россия работает
اگر هدایت یافته باشد، اگرچه عالم از دنیا هم غریبی ها چی بگذرد، گپای؟ عملهای نیکی او هم در نامه اعمال عمل کننده و هم در اون عالم نویسانده می شده است. یکم علم، لیکن عالم هایی که اگر سکوت داشته باشند، دا عالم هایی که برای که مردم را غلطه احترام پرین کنند ندا و بناس خاموشی را اول پیشه خود کرده باشند چی؟ همین آوازش دا بشین بچه زوره و خدالگوی و لایک کمی تا ویدیو تو میمونم من قدمه الجم نو یوم پاکازی القیامت دا بلجام من نار. نو پیغمبر پاکازی گفت دا کدام کمین عالمی که علم داشت لیکن در دنیا نه تعلیم داد، کراسناگور نه موعظه کرد، نه کراسناگور یک کس رهنمایی کرد، روز قیامت لجام زده می شود از و لجام های صحبت آتش زور دوزخ. افتیسه نوازش سیلکایی کانال مون و سکوت باز نوازش پیش تو نمی دا رود. силкаи канал тамом و ина خاموشی залатай пари گناه پیش набоша نمی رود. мешавад подписан якай залатай пари دوم бачаи зура ابولیس бахно кам یکم кам شرط хабар امر мегирин ша معروف хабар را мегирам گفتن که عالم باشد، علم داشته باشد. دوم گفتن حضرت که کردارش، گفتارش از برای خدا، امر معروفش ирода خاص برای خدا باشد و برای عزت یافتن دین اسلام ирода باشد، ҷурае برای силкаи канал نصرت шамода یافتن будурем دین подписаться اسلام кунед در این навозиш دنیا силкаи باشد. канал тамом فقط گفته است залатай حضرت пари мега دویم агар ки وظیفه набоша мешавад واعظ، دویم وظیفه امر معروف میکرده که این باشد که خاص برای خدا باشد، برای ریا نباشد، برای به دست آوردن دنیا نباشد، برای مشهور лайк شدن аба در بین ҷикангу مردم نباشد، فقط نیتش برای ирода آبادی ҷурае اسلام باشد، подписация برای رازگی خدا باشد. кардамта این حالت امر معروف او 278 تأثیر بخش می شود. من در این باب یک قصه را که در همین کتاب ابولیس این سمرقندی 278 مکرمه подписчик داری روایت می ирода شود، می آرد که روز یک مرد از پیش یک دیهه گذر کرد، کاری از برای خدا را بینید و کاری که از برای خدا спасибо نباشد نتیجهش نگاه کنید. یک مرد از پیش یک خانه گذر کردن، از پیش یک محله گذر کردن، نگاه کردن که در بیخ یک درخت، در نزد یک درخت مردم زیاد نشستگی هستند، لطه ها در همون درخت بستگی و навозиш از همون медиа درخت спасибо شفاعت طلب دارند، از همون درخت مدد طلب دارند. متاسفانه امروز در بین مردم مسلمان ما و شما هم این گونه مزارهای لقبن میگوییم که بجز گناهگار شدن شما هیچ فایده ندارد، اینها عمل دارند، اینها عمل دارند. به خدا قسم اگر یک ذره که شما محبتی بر همون مزارها لقبن دارید یا به این مزارهایی که خدا رحمتشان کند در اطراف ما و شما خوابیدن، اگر نیمی هموره به خدای خود ببندین، انشاءالله شما کامیاب میشید. اونا بنده خدا هستند، از اونا شفاعت طلب کردن این شرکی به خداست. شما همه گناهگار میشوید، خداوند همه گناه را میبخشد مگر شرک نمیبخشد. این مرد دلیر نگاه کرد که مردم در نوده های این درخت لطه میبندند و شفاعت طلب میکنند. مرد خدا پرست بود، مرد خدا ترس بود، در حال در دل خود قصد کرد که الحال خانه میروم، خبر را میبردارم، آمده این درخت را ریشه‌کن میکنم، زیرا که مردم را این درخت گمراه کرد. به خانه آمد، خبر را گرفت، برگشت به سوی همین در راه شیطان که گمراه کننده تمام مردم است و از آن جمله آن مردمی که در نزد این درخت نشسته بودند که به وسواس شیطان این درخت را عبادت میکردند، شیطان پیش راه این مرد را گرفت و گفت کجا می روید؟ گفت در اون موضع، گفت درختی هست که مردم وی را عبادت میکنند و مردم از خدا دور شدند
میخواهم که این درخت را ریزه کنم. شیطان چی گفت؟ و تو چی حاصل است؟ گفت چی از میده کردن او چی فایده دارد؟ دید که مرد به نهایت یک غیرت اسلامی دارد، تمام عملش فقط از برای خداست. دید که مرد قبول ندارد، گفت با یک شرطی، گفت از پیش من دور میشوی، من تو را اولا نمیگذارم و اگر بخواهی که از من گذری با من گشتین میگیری. اگر مرا در همین گشتین اگر مغلوب کنی، مرحمت را درخت را پاره پاره کن. بگد این مرد که از برای خدا بود، چنان قوت خدا بر این بخشیدگی بود که این شیطان را میگد 3 باره که گشتین گرفتن در زمین زد. شیطان دید که این غیرت ایمانی و اسلامیش دید. اینه حال حیله یهودی را استفاده کرد. مردم یهود گفت، ای مرد، گفت الحال رفته و پاره پاره میکنی، بعد چی؟ هیچی فایده به تو نمیرسه. من به تو یک پیشنهاد دارم، هر روز 3 تنگه در دستی تو میدهم. نیتت پس بگم، سحر بالیش در بیرا کن، در زیر بالیش تو من 3 تنگه باقی میمانم. امروز دنیای اسلام هم اختلاف ها هم همه بپول شده است. این اختلاف ها و این نافهمی ها و این جنجال ها همش سببش همین دنیا هست. این مرد در حال قبول کرد، گفت گپی راست، گپی معقول. پس گشت آمد سحر خیز نگاه کرد، 3 تنگه در زیر بالیش نشست، گرفت استفاده کرد. روز دیگر از 5 روز گذشت. 5م روز میبردارد بالیش، هیچ تنگه در زیر بالیش نیست. در حال میگوید باز همون کار من انجام میتونم. خبر را میگیرد، باز در راه حرکت میکند. بناگاه شیطان از پیشش بیرون میشود. میگوید کجا؟ میگوید درخت را پاره پاره میکنم. میگوید دیگر تو درخت را پاره پاره کردن نمیتوانی. اول با همراهی من گشتین گیر، بعد مرحمت رفته درخت را پاره پاره کن. وقتی شیطان با همراهی این مرد مسلمان گشتین میگیرد، هر باره که گشتین میگیرد شیطان ویا مغلوب میکند، غالب بالا این میآید. این مرد حیرت نمیماند، میگوید حیرت نمان، اون بار اول تو از برای خدا آمده بودی، امروز برای پول آمدی. تو وقتی که بالیش در برداشتی پول نبود، تو برای خاطری که باز پول دوام دادن گیرد برای او آمدی، تو برای خدا نآمدی. از این خاطر دیگر پس کرد که تو مغلوب من بشوی. کاری که از برای خدا نباشد حاصل شد. و کسانی که برای عزت خودشان، برای به دست آوردن دنیا اگر موعظه میکنند، امر معروف میکنند، اینم پاینده نیست، اینم عاقبت آشکار میشود. دوم چیزی که حضرت ابوالله ذکر کردن ان همین است. سوم چی گفت؟ سوم گفتن وقتی که شما امر معروف میکنین، وظیفه سیوم شما این است که باید که با سخن نرم، با سخن پست مردم را امر معروف و نهی منکر کنید. و کیسه میارد از آیت کریمه ای که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذهبا الى فرعون انه طغى فقول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. صدق الله العظیم. خداوند با موسی و برادر او هارون فرمایش داد ای موسی، ای هارون، نزد فرعون روید، زیرا که فرعون سرکشی از حد گذشت و گفت انا ربکم الاعلا، من خدا هستم. وقتی وی دعوای خدایی کرد، خداوند موسی و هارون از سفارش نزد فرعون روید. با این مردی که دعوای خدایی دارد چگونه صحبت کنید؟ و قولا له قولا لینا.
زیرا باز آیت قرآن دلیل میارد اعوذ بالله من الشیطان ای فرزند من امر معروف کن و نهی از منکر کن لکن در امر معروف و نهی از منکر صابر باش با صبر باش و بعد امر معروف و نهی از منکر شاید که بالای تو چه واقعه های رخ دهد چه عذابها و چه مشکلات بالای تو بیاید لیکن اجرش هم گفتن حضرت لقمان خیلی زائد است خیلی کلام است پنجم چیزی که ابوالای ذکر کردن آن کسی که امر معروف میکند و نهی از منکر میکند خود عمل کننده باشد در سخنی میگفتن که خودش عمل کننده باشد اگر عمل کننده نباشد در این آیت داخل میشود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون سوره صف خدا میگوید کسانی که دعوای ایمان دارید چرا میگوید خود نمیکنید چرا مردم به امر خیر دعوت میکنید سلام علیکم این دیانای ما اومدیم پیش تلفن تو دیتی این میشه دا دیانو با دختره اپا اومدیم هر چی گفته سیا لایک ابو چکنگو خوش اومده بگو بس کام نکنی نباشم یا همین ای سهر تو بگره تلفن در دستشون یوتیوب میدرویان یوتیوب تماشا میکنن کدام ویدیو که تماشا میکنن میگن لایک مونی پادپیسات سکنه یا همین گپا را یاد گرفتیم میگن لایک بجقی لایک بگو لایک بجقی بس خوش آمده بگو ایراده جورای بگو اپا خوش آمدی شریتوز بگو خوش آمدی اکا دیتی توام نه سسترا مایا سسترا لایک بجقیم بگو لایک که بو بس خوش آمده بگو شهر تو زکای خوش آمده بگو دیتشکی آوازش نمونو میگن که و آوازش نمونو آوازش چخالی های دلیم نیا تویلی نه خودت گاوزه دور آواز دور آنونا گاوز دستیم میگه که و اکا اسمویل هیچ کس آبونا نشده استیان کو نمیدونم بخدون آوازش میگه که صد بار گویشه وای غام دو دستیان افیت ها میگن غام دو دستیان کانفیت دلیا دیتی انا دیدی چی میگه میگه که یا کانفیت کالون یا خیرسک میبرم شونه میگه نه میگه میبرم اونا میگه که خیرسکی میبرم یا تا وای میبرم میگه نه دروغ نه منه نلیزیات تولی بگو لایک بجکن لایک بجکن گو یایکا آوازش منو میبیا بگو
اونا توپک روید کرده، اونا مروژنیک روید کرده، اونا هر چی روید کرده سایانه دیدی؟ به شوخی اپای رو دانا بو خاندیده سای بو گریه کرده سای بگو لایک بچه بگو صد بار تو بگو لایک انا با ایراده چق چق زده سای خالی کرایی شمار هم بزنید بگو لایک بچه خیلی لایک تلفن آبناوید کردن کلنگی بد شده آبناوید مروژنیک روید کرده قنفلت روید کرده کوفه روید کرده هر چی روید کرده اونا گفته سایکو میگه نگه برای ویشه میگه کی لایک برای صدبرگه گوگل لایک بجقیم نمیفهمین چه آدمین بگو کی لایک چند باری مونده آدمین دو بار بجقیم بو دو بای بجکن دو بای بجکن واش دا آدمی دیتی واش دا ساعتی اوخی نک چکانه رامت یمی چکانه شوی که با میزنم تو نه وانا تمی جکن سنگی انوی اکا اسمایی کو یا میزن سین اکا اسمایی هم باید تا بخون شیر بخون صدبک بخونه بیایید پرنده خو پرنده ها را بگو آینه چایکس رفتیم تای دلانه بگو رفتم تای دیانه دیدم بزی کیانه شوخوشا ساخوشمه جنبانه ساخوشمه جنبانه تایسانت یانگمه تایسانت پشتی خونه نیوسته مهمان میاید ای کند امکی میاید دفت میکند انا چق زده آفرین میگم مالدیس میگم تنی ایرودا دیدی لایک اینا لایک همون دا دیدی خالی کرای لایک دیدی لایک بعدش شما مونده باید دیگه خونه دوموزگی گیوزنه بلام بخون دوموزگی گیوزنه بیاید پیچی تیانه موگه ای پشت خونه نه یکی توبک بیافتد یکی توبک بی افسانه ها مجیخه بخونه بخی چی تاو بخونه ایف بایان ندانیم ویا باموش شروع بیسیس بیا بخون بویدن پویا کدم پویا کدم آها بوچی پچنگ بنده ها بیاید کشتی زینا اکنون مرغکان مهمان های داییم آفرین بکن که آفرین چق زن 5 مونده تا نگاه کدیدی 5 مونده تا اینا چق 5 مونده انا 3 تا 5 رو اید کرده تنده آفرین بگو که آفرین بگو تو نصاب آفرین جانم بزد آفرین سلام آفرین انا بو کدوم باید میگی جانم نام بزد
بگو شعر تا خب. کدومش میگی؟ بیاید پاینده ها اوچه جانم نوم پزد از دیو از جام پزد بحری فرزندان پزد اوچه جانم نوم پزد بحری فرزندان پزد از دل و جان پزد جام پزد با چی؟ با کبوتای ها بیاید تزیدی باید دیگه شب که آینه چایا کست میکند توفی یا کست میکند و نگفتگی من آینه چایا کست میکند توفی چایا کاری میکند توفلی چرا قصد می توفی چایا کست میکند آینه یرا قصد می آینه کست میکند ساحتی دستی ارکان میانگام مست میکند دایه چیکار میکند دایه فکر میکند با مادر از جهان یا اودا چی وام بگو؟ اودا چی وام؟ اودا چی وام؟ اوده چیپان Спасибо большое بگو Спасибо большое Спасибо большое. اما آوازه مونی هستای آوازه تا فهمیده میخوانده آوازه تر میخوانده شسلیوا بگو بگو تو بگو ما گفتو مویا نگو میکنه ترا میبینه وای میگه که اوی شیخ بیزیب دایی اوی شیخ بیزیب میگه چیزا میگن کراسافچ با چی ماندی ای اوی شیخ بای میگه اوی شیخ لالالا انا زنی اسمایی کتی اسمایی یافته شوکا سگی یفته دستونگس گفته یا پوی گفته اوی شیخ بای میگه لالالا اوی شیخ لالالا دایی چیگه پاپوش نکردستم اوی شیخ لالالا اینا میره بلانک گرون کسی بلانک میره اینا دیو دیدی نمیسته کین خالی اینه خالی نمیسته ترا هر چی گفت ایتا دیدی انا میگه اسمایی کو بابای برفی روید کرده تا هر چی سالی نوینه اینا دیدی پویونده بابای برفی نه بای خیشید بابای برفی کو با مویا میواد نمیوید دی تیفونای چای میوید بس چای بابای برفی بچه دهان میگه بابای برفی ما میگه نمیگه به من بکش میفیره افیا بکش بکش بکو میفیره افیا بکش خای بکو خای خای خود بخوز